محمد رسول الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. برنامه گذشته را به یاد داریم وقتی که از نبی خدا زکریا و نبی خدا یحیی علیه السلام سخن گفته بودیم که چگونه بنی اسرائیل آنها را به قتل رسانیدند. زکریا کشته شد، پسرش یحیی نیز کشته شد علیه السلام. پیامبران نسبت مردم به بلاهای سخت‌تر گرفتار می شوند، سپس کسانی که از پی آنهایند، سپس کسانی که از پی آنها. ما حالا در دوره‌های اخیر در دوره زکریا علیه السلام هستیم. چنانه که گفته بودیم این دوره‌های اخیر بنی اسرائیل است. در این دوره‌ها خداوند مردم را به آل عمران برگزیده بود. خداوند باری اول مردم را با آدم علیه السلام برگزید، سپس با نوح علیه السلام، سپس با ابراهیم علیه السلام، سپس با آل عمران. چه قصه ای دارد آل عمران؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آل عمران یک عائله صالح بودند. خداوند در قرآن یک سوره را به نام آنها ذکر کرده است. عائله عابد و صالح. بنی اسرائیل همه با صالح بودن آنها گواه بودند. آنجا زنی بود، زنی عمران، زنی صالحه، پیر شده بود، سینش به جای رسیده بود، لیکن خداوند برای او فرزند نداده بود. خداوند را دعا کرد، نظر کرد: ای پروردگار من، اگر برای من فرزند عطا کنی، من آن را در خدمت تو در بیت المقدس میگذارم. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. یعنی زن عمران گفت: ای پروردگار من، اگر تو برای من فرزند عطا کنی، او را خدمتگار برای عبادت کنندگان تو در بیت المقدس میگردانم. فعلا چنین هم شد. زن عمران حامله شد، نمیدانست که چیز در شکمش. وقتی که تولد کرد، دخترکی زیبارویی را به دنیا آورد. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. این یک دخترک عادی نبود، مثل دیگر دختران نیست، بلکه در آینده پیشوای زنهای عالم میگردد. گوش به قصه این دخترک اندازید. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هر کودکی که تولد شود، شیطان به او چنگ میزند، با دستش پشت او را میمالد. از این سبب است که کودکان گریه میکنند. اما با مریم دختر عمران و پسرش عیسی علیه السلام که قصه او را برایتان در برنامه آینده نقل میکنیم، چون این چیز رخ نداده است. هر دوی اینها را خداوند از شیطان محافظت کرده است. با دعایی کی؟ با دعای مادر مریم. و اینی أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. و فعلا پیشوای زنان عالم تولد شد. مریم از را به دنیا آمد، آن کودکی که مردم در انتظارش بودند. آل عمران صاحب طفل می شود. آیا او پسر باشد یا دختر؟ همگی در انتظار بودند، زیرا که آل عمران عائله صالح و عابد بود. زن عمران وقتی که دختر تولد کرد گفت: من دختر تولد کردم، گمان میکردم که پسر است. برای خدمتگاری زن به مثل مرد بودن نمیتواند، زیرا که او تنها در بیت المقدس مانده نمیتواند. این طور باشد یکی باید برای او کفیل بشود، زیرا او زن است.
عابدان بنی اسرائیل، راهبان، صالحان بنی اسرائیل همه آرزو میکردند که برای مریم کفیل باشند، زیرا که او از آل عمران بود. همگی به نزد مادرش آمدند. هر یکی میگفت من کفیل او میشوم، من او را نگهبانی میکنم، او را میخورانم و میپوشانم. در میان آنها نبی خدا بود. پیش از آن که کشته شود، نبی خدا زکریا علیه السلام. زکریا به نزد مادر مریم آمد و خواست کفیل مریم بشود. همه این را میخواستند. گفتند این طور باشد قرعه کشی میکنیم. چگونه؟ آنها با خود قلم داشتند. هر یک قلم خود را به آب پرتاید. هر کی را که خداوند خواسته باشد تا به مریم کفیل شود، قلم او را بر ضد مجرای دریا روانه میکند. اینجا بود که همه قلمهایشان را پرتافتند. اینجا قلم زکریا علیه السلام غالب برآمد. خداوند مریم را نیک بالیده ساخت و او را به کفیلی زکریا علیه السلام سپارید. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. و چنین هم شد. زکریا کفیل مریم گشت تا که پیشوای زنهای عالم گردد. مریم عذرا در بیت المقدس زندگی میکرد. خداوند را عبادت میکرد، ذکر میکرد، نماز میخواند، رکوع و سجده میکرد. خداوند برای او معجزه های آشکار داده بود، کرامت هایی که بنی اسرائیل شاهد آن بودند. این چی دخترکی است؟ آن چی معجزه هایی بود که خداوند در اختیار او قرار داده بود. اما زکریا علیه السلام که کفیل او بود، برای او طعام و نوشاکی می آورد. گاهی کارهای عجیبی را از دخترک می دید. برای او یک مکان در بیت المقدس آماده کرده بود. خداوند را در آنجا عبادت می کرد. چنانه که در قصه زکریا علیه السلام گفته بودیم، هرگاه نزدش می آمد، طعامهای تابستانه را در زمستان و طعامهای زمستانه را در تابستان در نزد او می دید. نبی خدا زکریا علیه السلام از او می پرسید. او خیلی خرد بود. ای مریم، این طعامها از کجاست؟ او در جواب می گفت اینها از نزد خداوند است. صبح می خیزم و این طعامها را می بینم. خداوند ذوالجلال این طعامها را برای من داده است. طعامهای تابستانه را در زمستان، طعامهای زمستانه را در تابستان. این برای کی بود؟ برای مریم علیها السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مریم علیها السلام در بیت المقدس میان دعا و ذکر و نماز بزرگ شده بود. شبها را به نماز میگذرانید. در یکی از شبها ملائک آمده با او سخن گفتند. با کی؟ با مریم. در حالی که او نماز میخواند، فرشته به او ندا کرده گفت ای مریم. به او بشارت میداد. چی بود آن بشارت؟ آن فرشته گفت ای مریم، خداوند تو را اختیار کرده است تا پیشوای زنهای عالم باشی. پیشوای زنهای عالم 4 تایند در طول تاریخ. اولی آسیه است، زن فرعون. دومی مریم عذرا. سومی خدیجه دختر خویلد و چهارمی فاطمه دختر محمد. اینها پیشوایان زنان عالم هستند. ملائکه ها با او سخن گفتند. با کی؟ با مریم. با او می گفتند یا مریم ان الله اصطفاک. خداوند ذوالجلال تو را برگزید. ان الله اصطفاک وطهرك واصطفاك. دوباره اختیار شد. در اختیار اولی او را برگزید، سپس اختیار دومی شد. واصطفاك على نساء العالمين. چه چیز از مریم علیها السلام خواسته شده بود؟ یا مریم اقنتی لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لم تدع مریم عذرا هیچگاه دعا و عبادتش را ترک نمی کرد. حتی گفته شده است که کفهای پایش از قیام زیاد در عبادت کفیده بودند.
سپس بشارت دومی آمد برای مریم عذرا. چی بشارت؟ أي بشارة؟ إن الله يبشرك بعيسى بكلمة من الله المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. این بشارت دومی برای مریم عذرا بود که خداوند ذوالجلال را عبادت میکرد و او را با فرزند با نام عیسی علیه السلام روزی گرداند تا از جمله نزدیکان درگاه خداوند ذوالجلال باشد. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. مریم عذرا از بیت المقدس برای انجام کاری برآمد. از مردم دور شده بود و مردی را دید. در اصل آن مرد فرشته بود. مریم این را نمیدانست که او فرشته است. وقتی او را دید، زیرا او پیشوای زنهای عالم است، با آن فرشته گفت: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. جبرائیل علیه السلام با او جواب داده گفت: من انسان نیستم، من یکی از فرشتگان خداوند هستم، من جبرائیل هستم. گفت: چی چیز تو را به اینجا آورد؟ گفت: آمدم تا جئت لأهب لك غلاما زكيا. اگر زنی دیگری به جای مریم علیه السلام می بود، با شنیدن این خبر خوشحال می شد، زیرا از او نبی از انبیای خداوند تولد می شود و یکی از معجزه های خداوند می گردد. لیکن او از این خبر خوشحال نشد. چرا؟ زیرا که او پاکدامن بود، زیرا که با ارزشترین چیز نزد او آبرویش بود. از این سبب گفت: انا یکون لی غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. جبرائیل علیه السلام با او در جواب گفت: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. حکم کرده شده است ای مریم. و فعلا جبرائیل علیه السلام در جیب او دمید و او باردار شد. روزها گذشتند و مردم از این باخبر گشتند. یک مردی صالح از نزدیکان او نزدش آمد. در او آثار حاملگی را دید. میخواست از او شکایت کند. از او پرسید: ای مریم، آیا زراعت به کاشتن دانه میروید؟ گفت: آره. گفت: چگونه؟ مریم که بسیار زنی عاقل و دانا بود گفت: کی اول این زراعت ها را آفرید؟ سپس از او سؤال دیگری پرسید. گفت: آیا فرزند بدون مرد می شود؟ گفت: آره. گفت: چگونه چنین می شود؟ گفت: کی آدم را آفرید که زن و مرد نبود؟ سپس به او گفت: این چگونه رخ داد ای مریم؟ گفت: خداوند به من مژده داد. گفت: به چی چیز تو را مژده داد؟ به من چنین مژده داد: بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. گفت: خداوند برای من فرزندی را مژده داد که یک معجزه برای مردم خواهد شد. مریم علیه السلام صبر میکرد با وجودی که سخنانی هر خیله نسبت او گفته میشد. مریم باردار شده است. چه مصیبت‌های را آل عمران در آن روزها دیدند، چه سخن‌هایی که در حق زکریا علیه السلام نمیگفتند، لکن او در امتحان خداوند قرار گرفته بود. صبر کرد و خداوند ذوالجلال پاداش صبرش را به او داد. آن وقتی وعده داده شده نیز رسید، لحظه های فراموش نشدنی برای مریم علیه السلام. او به سوی مکان رفت که آنجا دریاچه جاری بود. آنجا درختی خرمایی را دید و در زیر سایه آن قرار گرفت. نشسته بود و آن لحظه ها را انتظاری میکشید. بسیار لحظه های دشوار است، ساعت های دشوار. مریم علیه السلام در فکر زایمان نبود، بلکه در فکر عاقبت آن بود. مردم چی میگویند؟ با من چی کار میکنند؟ این زن دیندار از عائله دیندار است.
از آیله آل عمران. چه آیله هستند؟ یک نمونه از پاکیزگی و عفت و پرهیزگاری. مردم چی میگویند وقتا که او با این طفل به نزد آنها می آید؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خداوند ذوالجلال عیسی پسری مریم را در نزدیک به تولد شدنش به سخن درآورد. فناداها من تحتها الا تحزنی. ای مادر جان غم نخور ای مادر جان. عیسی در دم تولد شدن است، لکن او با کی سخن میگوید؟ با مادرش سخن میگوید، با آن زن غمگینی که در آن لحظه ها آرزوی مرگ را میکرد. لا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا. پروردگاری تو با رحمتش این دریاچه را جاری ساخته و آن درخت خرما که در فصل زمستان میوه نمیدهد پر از میوه است. این همه برای این زن ضعیف که روی زمین نشسته بود در حالت نفاس. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. کرامت بود این. برای کی؟ برای مریم، برای پیشوای زنهای عالم. دریا جاری میشد، خرماها فراوان بود. فكلي واشربي وقري عينا. آرام شو ای مادر، غم نخور ای مادر، استوار باش ای مادر. ای مریم، هرگاه از جایت خستی و این کودک را گرفته به نزد مردم رفتی، با آنها سخن نگوی، زیرا خداوند از تو آزار را دور می کند. زیرا خداوند ذوالجلال از کسانی که ایمان آوردند محافظت می کند. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مریم عذرا پیشوای زنهای عالم از آن آب نوشید و از آن خرماها بخورد تا قوت گرفت و آن طفل شیرخواره‌اش را گرفته به سوی قومش رفت. مریم با آن طفل خردسالش با قومش روبرو شد. إلى قومها. قصص نور قصص نور قصص حكمة. مریم علیه السلام آن طفل خردسالش را که عیسی علیه السلام بود گرفته به نزد قومش آمد. وقتی که او را بعضی از مردمان بنی اسرائیل دیدند درباره او سخنهای ناسزا گفتند، چون عادت همیشگیشان دشنام انبیا، بدگویی نسبت صالحان. تنها مریم مانده بود که درباره آبرو و عزت او سخنهای بد گویند. گفتند ای مریم، تو از آل عمران، از عائله صالحان، چرا چنین کار را کردی؟ اینجا یک مردی صالح با نام هارون بود، معروف بود با عبادتهایش. مریم نزد او رفت. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. و آیا مریم کسی است که درباره او چنین گفته شود؟ او پیشوای زنهای عالم است. شما کیستید که چنین میگویید؟ لکن خداوند او را گفته بود تا سخن نگوید. اما او به آنها نگاه کرد و به عیسی علیه السلام، همان طفل نوزاد، اشاره کرد. آنها او را مسخره کردند. به نوزاد اشاره میکنی و میخواهی ما با او سخن کنیم؟ ای مریم، آیا ما را مسخره داری؟ چگونه سخن میگوید که او در گهواره است؟ اینجا آن کودک نوزاد را خداوند به سخن درآورد. قال إني عبد الله. تصور کنید کودکی که نو تولد شده است مانند مردی با فصاحت سخن میگوید. این یکی از معجزه های خداوند است.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. من هر کجایی که بروم آنجا با برکت است و هر کجایی که باشم آنجا با برکت است. این نیز از معجزه های خداوند است. به این موعظه بلیغ و فصیح آشکار نگرید که عیسی علیه السلام میکرد. هنوز کودکی نوزاد بود. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سپس به مادری غمگینش نگاه کرد. مریمی عذرایی که مردم درباره او سخنانی ناجا می‌زدند. عیسی علیه السلام به او نگاه کرده گفت: قال وبرا بوالدتي میخواست این مصیبت را از او دور کند. گفت: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. این یکی از معجزه های خداوند ذوالجلال است. عیسی پسر مریم، آخرین انبیای بنی اسرائیل. این است موضوع در برنامه آینده ما. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور